من به عنوان کسی اون جرقه اول برای من از نظر آخرش دیگه مسلمان شدم، جرقه اول همون انقلاب ایران بود و شخصیت امام خمینی. من فکر میکنم اون مأموریت اصلی امام رحمت الله علیه صحبت کردن، همون دفاع کردن از مظلومین خیلی مهمه. من فکر نمی کنم ما میتونیم عوض بشه. یعنی اون ارزش جمهوری اسلامی ایران دیگه اون یه دونه اصلیش همین باید باشه. خب من اون تجربه تلخی داشتم، اصلا چیزی نیست نسبت به این تجربه الان شیخ زکزاکی. و البته اونجا هم خیلی سر صدا زیاد بود از ایران، هم دعای مردم و نذرهای مختلف و واقعا از همه ممنونم. البته من از همون مردم من درخواست میکنم، خواهش میکنم سر صدا بکنید الان سر این جریان شیخ زکزاکیه. آیا چطور الان بچه تو انگلیس نزدیک 1 ماه 24 ساعت جلو سفارت نیجریه است و جاهای مختلف بچه ها تظاهرات میکنن، تو آمریکا، تو استرالیا، تو هند، تو جاهای مختلف، پاکستان. خب چند تا تظاهرات ما داشتیم تو ایران. چطور ما جلوی سفارت اینجا اجازه نمیتونیم بگیریم این کار انجام بدیم؟ من اطلاعات دارم اتفاقا بچه های بسیجی سعی کردن مجوز بگیرن، ندادن. البته خودشون ترجمه کردن 1 بار، اما من نمیدونم، من خودم موندم. بچه ها تو انگلیس تمام مشکلات شاید میتونن پیش بیاد برشون، 24 ساعت اونجا هستن و خیلی از خودی اصلا شاید جریان شیخ زکزاکی واقعا نمیدونن. هم مثل شما اشاره کردین از اول، کمکاری رسانه ما و جاهای مختلف کمکاری شده متاسفانه. من نمیدونم چطور امکانش هسته. اتفاقا پریروز بعد از این جریان و میدونین چند تا تازگی شهید شدن، بعدا دوباره اینا گفتن اصلا شما گروه تروریستی دیگه نباید تظاهرات بکنه، دوباره دیگه رفتن بیرون با بنر بزرگ و عکس امام آقا. یعنی دیدگاه ولایی کامل اصلا برشون مهم نیست شهید بشن، چون که راهشون راه حقه. ما چه کار میکنیم؟ اصلا ما چی شدیم؟ این ملت همون ملت وقت صدام حسین میگفتش اون نماز جمعه اگر کسی بیان هر کسی بیان دیگه بامرون میکنن و نمیدونم چی، این مردم دیگه غسل شهادت دیگه رفتن بیرون سال 64. بله، و اصلا جمعیت بیشتر از معمولیش بود. همین مردم هست. ما وظیفه داریم باید جواب بدیم و واقعا من نمیدونم، من خودم موندم هم سر قضیه نیجریه حقیقت بگم، هم کشمیر. ما چی کار میکنیم و چه کار باید بکنیم؟ الان اتفاقا این قضیه دادگاه افتاده، بعدن بعضی فکر کردن خب الحمدلله تمام شد، آزاد شد. نه، آزاد نشد. این بازیه، هنوز آزاد نشد. هنوز هر آن میتونن شهید بشه. ما همینجوری فشار باید بیاریم روی رژیم بوهاری و هم واقعا درخواست میکنم از دولت ما اگه بتونن فشار بیارن رو دولت نیجریه، من فکر میکنم وظیفه است. البته پشت سر جریان من خبر ندارم، از نظر دیپلماسی خودم دیپلمات نیستم، اما واقعا وقتی ما نگاه بکنیم من فکر میکنم کم کاری دارن میکنن.